الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهترین ذکری که امروز و فردا و پس فردا و بعد از اون، یعنی 3 روز دیگر گفته می شود این است که الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد است. الله بزرگ است، الله بزرگ است، الله بزرگ است. نیست معبودی بر حق بجز الله و الله بزرگ است و تمام حمد و ثنا و ستایش از آن اوست و الله بزرگ است. انا همین جمله ها، از این جمله ها چی میفهمی؟ از این جمله ها اولین چیزی که انسان باید بفهمد این توحید است. الله اکبر، الله بزرگ است به علمش، به قدرتش، به خلقش، به یکتاگیش، به تنهاگیش، به حکمش و به دینش. سبحان الله، از همه جانب بزرگ است. در تنهاگیش، در ربوبیت، در الوهیت، در اسما و صفات بزرگ است. تمام نامهای الله سبحانه و تعالی پرمعنا و بزرگ است. الله سبحانه و تعالی خودش هم بزرگ است و تمام این دیگر آسمان ها و هفتگانه، هر آن چیزی که در بینش وجود دارد و این زمین و هر آن چیزی که در بین این و در روی اون وجود دارد، در نزد الله مثل یک ذره هست و مثل یک قنات پشه وزنی ندارد. الله اکبر، الله بزرگ است. پس این ذکر را وقتی که میکنی تو باید بدان که مغز این دعا، اراده این دعا، خواست این دعا توحید است. روزهای ذوالحجه، این 10 روز ذوالحجه، 10 روز شب لیلة القدر و دیگر روزهای مبارکه که برای امت اسلام وجود دارد، این برای زنده کردن توحید است، برای بار دیگر به یاد آوردن توحید است، برای زنده کردن الولاء و البراء است. حج امروز بزرگترین روز حج روز عرفه است. عرفه این الولاء و البراء است. عرفه این محبت الله است. عرفه این در بین مؤمنین و مسلمین بودن است و کافران و مشرکین و مرتدین و منافقین را در یک طرف گذاشتن است. کفر بالطاغوت است. پس ای برادرم، ای خواهر موحدم، وقتی که ذکر میکنی، ذکر را فقط تنها با تحرک دادن، جنبانیدن زبان و با صدا انجام مده. با فهمیدن معنای دعا و اساسش بفهم که این دعا از تو چی میخواهد. بفهم که این دعا کدام وقت بزرگترین دعا حسابیده میشود. همان وقتی که تو معنای توحید را دانستی. انسانی که حکم الله را قبول ندارد، انسانی که به حکم الله می جنگد، انسانی که به شریعت الله راضی نیست، انسانی که شریعت غیر الله، قانونهای غیر الله، دین غیر الله سبحانه و تعالی را برتر و افضل و جایز و مصلحه و خوب و مردم سالار می داند، والله این دعاها برای اون فایده ندارد. چرا که با زبانش لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدیر گفته شده است. با زبانش الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر گفته شده است. عملا ضد این همه دعا، ضد این همه شعار توحیدی، ضد این همه کلمات جملات توحیدی عمل میکند. زندگیش، خواب و خفتش، تمام عملهایش، اراده اش ضد توحید است. زنده کردن طاغوت است، طرفگیری طاغوت است، برای احیا کردن قانون طاغوت کوشیدن است. کوشیدن به سوی بدعت است، به سوی شرک است و خرافات است. پس این ذکر، این دعاهای توحیدی برای اون هیچ منفعتی ندارد. این دعاها برای کسی فایده دارد، کسی را نجات میدهد، برای کسی شفا است و برکت است و نجات است که از اهل توحید باشد. پس برادرم و خواهر موحدم، اساس تمام چیزها را که
به این اساس عملهایت فایده ندارد بیاموز. اساس و اصل و ریشه تمام عملها را که به این اساس عملهایت قبول نمی شود فقط یک مشقت است، خلاص. پس بیاموز. اساس، ریشه، پیدیوار، اصل، از همه مهمترینش این چیست؟ توحید است. توحید را بیاموز. توحید عبارت است از دانستن لا اله الا الله محمد رسول الله، از رکنهایش و شرطهای صحتش، عمل کردن به این، نه فقط دانستن بلکه عمل کردن، زنده کردن کفر به طاغوت و الولاء و البراء و عمل نمودن و توکل به الله و غیره. تمام عملها این توحید است و بعد از این دیگر عملهایت قبول خواهد شد. پس این روز مبارک است بر اهل توحید. این روز مبارک باد بر اهل توحید. این روز مبارک هیچگاه به مشرکین و طاغوت پرستین مبارک نبود، نمی شود و نخواهد شد، برای اینکه الله سبحانه و تعالی روزهای مبارک را تنها و تنها برای اهل توحید مبارک قرار داده است. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، در این روز دعا کن در حق خودت تا که از اهل توحید باشی. خوابالود و تنبل و کسلان نباش، بیاموز تا که از اهل توحید باشی. کوشا باش تا که از اهل توحید باشی. زیرک باش تا که از اهل توحید باشی. کسی که زیرک نیست، کسی که نمی آموزد، کسی که حرکت نمی کند، اون نمی تواند که از اهل توحید باشد. بارک الله فیکم.